با درود دوستان عزیز. در خراسان بزرگ، همان سرزمینی که امروز یک قسمتش افغانستان نام دارد، جایی هست با نام فاراب و 1000 سال پیش در همین فاراب تاجی که به دنیا آمده بود ابو نصر محمد فارابی، شخصی که از تمام علمهای زمان خود برخوردار بود. البته امروز بسیار تاریخ دزدها، مردمانی که تاریخ ندارند، برای خودشان میخواهند تاریخ سازند، دانشمندان ما را دزدیدنی میشوند. این مثال قزاقستان میگوید که گویا که فارابی از آنها باشد، وقتی که خودشان هیچگاه الفبای خودشان را نداشتند. اولین دانشمندی آنها ابینان دارد که 150 سال پیش تخمین زندگی میکرد و همون هم با خط روسی و با زبان روسی بیشتر مینویست. و فارابی بله یک تاجیک است، از تمام علمهای زمان خودش برخوردار بود، همچنین از ستاره شناسی و از تاریخ و از ریاضیات، فلسفه، و اولین کسی هست که علم منطق را به دو بخش جدا کرد: اندیشه و دلیل. بله، این است تاجیک. تا نوار آینده خدایا رو مددگارتان باشد. با درود.